پیدا و پناه بدر روز 1800 میشه بدر قنمی کشور تا بار 40 سال جنگ بود بدر تمام این جوانا ابی کسایی که بدر ایران و پاکستان اتمی ساخته خب الان مرد شوین بیان بدر قن ما شما افغانستان اتمی بسازیم مازی کده بدر یک حکومت بدر قن بهتر کجا پیدا میتونیم 34 ولایت افغانستان برو کس نه که بدر قن سگ پشو الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله اسلامی است کس کار نداره بدر قن سگ الان بدر قن 4 سال آرامش یافتیم بدر قن سگ مت آرامش ولی دشکم مادر کس داشته باشه ولی الحمدلله افغانستان آرامش داره دیگه بدر خدا بزرگ است ان شاء الله که در پهلوی آرامی خداوند یک کمک که امنیت که داریم شکر در پهلوی امنیت خداوند یک ذره روز روزگار وطنداری ما را خوب بسازه که مسئله اقتصادی هم یکی از مشکلات عمده و اساسی است که مردم ما را تحت فشار قرار داده بیکاری و بیروزگاری وطنداری ما که حل شود دیگه ان شاء الله خدا میرمونه لازیای قند اینمی افغانستان اینمی ماجرین ایران که ایران ساخت افغانستان ساخت ماجرین ساخت پاکستان که پاکستان ساخت همین ماجرین افغان ساخت ولی امروز روزش است که بیاین می خاک بدر قند اینمی وطن ما که بدر قند 34 ولایت افغانستان است ایمی حالا بدر قند خود مثلا بدر قند 34 ولایت بامیان است 34 ولایت افغانستان وطنم میدونم هلمند وطنم است زابل وطنم است بدخشان وطنم است هلاله بیاین امیر بدر قند بسازیم دستم بتیم بدر قند سعی که باور بکو که ما یک دو گفتنی دارم یک اجازه باشه میربانی دوستا و عزیزایی که بدر پاکستانی‌ها بدر قند دخالت میکنن اینمی 4 سال آرامش شما را بدر قند سعی نتونستن تعامل کنه ما شما بدر قند سعی کلاگی ما بدر قند سعی برادر هستیم با هم لا اله الا الله محمد رسول الله یک قرآن خدا یک خدا بدر قند سعی و مذهب متفاوت است ولی بدر قند با هم مسلمان هستیم هلال اینمی آرامش حفظ کنیم اینمی بدر قند امارات تقویت کنیم بدر قند از اینمی پشتیبانی کنیم من حیث یک جوان باور بکو که پروژه‌ای که میال روان داره در 20 سال پیش همین پروژه بدر قند سعی امکان نداشت که بدر قند سعی برای افته ولی الحمدلله امروز بدر قند سعی در راه افتاده بدر سعی زیربنای افغانستان رو به پیشرفت است زیربنا رو به ساخت است دیگه میرم از خداوند میخوایم دیگه خدا به مهربان است خدا سلامت باشی بیادر کار دیگه هر طرف یک پیدا شد همین هر طرف کار پیدا شد بدر قند خودمون کامپیوتر ساینس خواندیم بدر پنتونم خلاص ماشاءالله بدر سعی 12 دلیسی قاضی خلاص کردیم ولی امروز شکر است الحمدلله کامپیوتر ساینس هم خلاص کردیم و کامپیوتر ساینس هم بدر 4 ساله بدر خواندیم ماشاءالله خیر باشه امی که خودت زحمت میکشی قابل قدر است ان شاء الله روزش برسه خودت دایی کار نه در پشت یک چوکی شته باشی خودت در رشته خود کار کنی باور بکو که اگه نمی قسم آرامی را که 4 سال 5 سال ما ترجمه میگیریم دیر اطمینان میگم 20 سال دیگه هم قسم همین آرامی را بدر قند حفظ کنیم همین بدر سیگو آلت حفظ کنیم باور به خدا بگو در موشکای بالستیک و کروز و بدر این چیزا میرسیم ما شما او کسایی که در ایران و پاکستان بدر قند سگ دانشمندای هستیش دارن ما شما همون مقصد داریم نه از بدر کم داریم نه زیاد اگه ما را این فکر آرام بانه باور بگو جوانای ما امروز بهترین موتور ساخته بهترین طیاره را ساختن ولی الحمدلله بدر قند رو به پیشرفت است با امید خدا ان شاء الله توکل به الله خداوند همه وطندارای ما را موفقیت کامیابی و روزی نصیب دامو جایگاهی که باید داشته باشی خداوند برات نصیب ان شاء الله باشم جمعه زنده و سلامت باشی تشکر بخیر باش خداحافظ